شیرین ترکی ما یک کلمه داریم که چندین معنی داره و این کلمه ها همشون شبیه هم. کلمه ایت یعنی سگ. حالا به ته این یه دی اضافه میکنیم، ایتی یعنی گم شد. حالا با یه لحن متفاوت‌تر میگیم ایتی یعنی سگ، اشاره میکنیم به سگ. بعد دوباره با یه لحن تندتر میگیم ایتی یعنی اخلاقش گنده، بد اخلاقه. میگیم ایتیتی یعنی تیزش کرد. موقعی که داری چاقو رو تیز میکنی به طرف میگه ایتیتی یعنی تیزش کرد. دوباره میگیم ایتی یعنی گم شد. بعد ایتیلدی یعنی تیز شد. دوباره ایتیلدی یعنی گورشو گم کرد. توی دعوا استفاده میشه، میگن طرف ایتیلدی یعنی گورشو گم کرد. اینجوری دیگه. خلاصه توی جمله اینا همشون معنیش مشخص میشه.